به انباری خیلی مرتب ما خوش اومدی. آخر الان جان. میبینم که مجبور شدی بری یه سوکت جدید بگیری، یکم بچه برامون ها از توضیح بده. اونجایی که جنسای بازار خیلی خوبه حواستون باشه این سوکت ها موقع جا زدن دارید کار میکنید پایه هاش در میاد و باعث میشه تو دست انداز این پایه سوکت تو ضبطتون لغ بخوره، بانداتون قطع بشه، برق ضبطتون قطع بشه. سوکت رو که نو میگیری برین چسب مخصوص پلاستیک بگیرین، دو قلوه. با این چسب مخصوص پلاستیک تمام لایه اینو پر بکنین که این سوکت دیگه بعدا لقی پیدا نکنه. الان اتمام کار رو بهتون نشون میدم. تو اینو بگی ببینم. این خالیه دورش، همه این سوکت ها لغ میزنه. حالا آخرش هم ببینید.